салом алайкум дӯстои азиз, тамошобинои канали мо, хоҳаро, апаҳо, акаҳо, бародаро, бачаҳои да, бачаҳои ма. имрӯз 22 апрели соли 2022 сайри саёҳат дорем дар манзараҳо дар тала теппаҳои тоҷикистони биҳиштосо. хеле ки шумо мебинед дӯстои азиз, имрӯз 22 апрел аст ва дар баъзе ҷойҳо гули сиёҳгӯш мегӯянд. гули сиёҳгӯш наорустааст. агар дар навор хуб намоён бошад, дӯстои азиз, ин ҳамин кабудӣ ҳамагӣ гули сиёҳгӯшай, гули зери тармагиай. рафтем. پیام محمد پرویز دیگر دوستای عزیز در خط فارسی بیانم کرده باشد یکی نافهمه است یا لطیف خان هم خیلی مقصد داشته. دیگر برای من نافهمه قدم اگر از شما فارسی را بلد باشید، خوبتر ناصر از ما را بلد باشید، در کمیتر یا تو نویسید، همینجا چی نویسیم بگید؟ دو وجب ايش یک وجب شکری قریب تایسنگی های بسم الله. یک دو قریب سه. یک وجب ما 21 سانتی متر 21 سانتی متر 42 سانتی متر قریب 60 سانتی متر आहे 60 سانتی متر. این خورد است طولو 1 متر زیاد بلند می شود. ایش خوردکه که بشینه تخم بگیره باز چکری بگروده.
چقدر خوشروه. این ویدیوی ما دوستان عزیز نارکین ویدیوشی فقط نارکین جمع‌آوری کردیم. نارکینی چکری میاش خیلی چکری تو کار نمیگیریم برای که نارکین شگر کنی دیگر رو بیسته. اگر نخواست بارون شود از بارون دو دونش ای چتر ده خوبتر بهتر محافظت میکنه. اگر باور نکنی من یکتش آزاد این همی مرا میپسونه دیدی یکی از ژوله محافظت نمیکنه. خودش این علاقه جولا زدگی سوراخ کردگی است. در این منطقه‌ای که ما تماشا داریم همراه شما دوستان عزیز قریب که تا ماهای یون کم در ابر در آسمان پیدا شود و مثل همین ابرها ژوله و باران میباره در همین موضع در این ایلاق. همه نمود علفش بهت شیرین است. چکری روشک بگیم رو راست گپ دوستای عزیز رو عموما من استفاده نمیبرم نخوردم. یک بار کوشش کردم که بخورم بسیار بوش بلندی بد بود نگذشت به همون خاطر دیگر دوستش نداشتم. هستن نفرهایی که رو بسیار میخورن. رو خودش هم در کلی بگیم بیماری ها فایده آوره لیکن من استفاده بودت نتونستم خورده نشد. رو به اصطلاح روسی بگیم زمینی میکنه روشک هم به مثل خود رو خصوصیتاش فعلش قریب که بوشان مانندی داره لیکن کمی دیگر خوردن روشک آسان است. ادامه داره سیاحت. چکری هم علف بهاری طبابتی های دوستای عزیز کلانسالا همیشه توصیه میکنن که فقط شخصایی که در خاک آبی به وای رسیده باشن که چکری رویده باشه دیگه اگر که همه خیلی انسان ها همه ساله اگر چکری استعمال کنن دندان ها میگه آب میخورن و همه ایمل بالای دندان مستحکم میشه. دندان ها زود شکسته نمیریزن. باز چکری در فشار بلند خون هم فایده داره. ایره باز متخصص ها خوبتر بهتر میدونن. ایره ببین با فکرم که در دوله در اما فشار بلند نیو فشار پس در فایده داره. با کدام خاطر؟ با خاطری که یا شیرینن گلوکوزشون کو بلنده. این همین نمود چکری در ایلاق نه ترش بلکه شیرین میشود. هم یا شیرین میشوند اویدنم رفت یا شیرین میشوند برای شاید که آدمای فشارشون فشار خونشون پسته شاید همونو استعمال کنه فشارش معتدل شود. برادرایی که در غریبی ها هستین تماشا کنید. ای شما معذرت میپرسم به خاطری که شما دور هستین ای وطن، شما غریب هستین، لیکن باز
هستن برادرایی که خواهش میکنن که در نوارها نشان بده مادر خوندنش هم نشان بده چیندنش هم نشان بده و همه خاطر دیگر رد کردن نمیتونه که اگر برادرها بگه